اختیارخوجا کامالوف امام خطیب همکنون سابق مسجد خواجه محمد بلادرکن بعد 3 ماه از بازداشت رها شده است. او همراه بختیار اکبروف متولی یا خدمتگزار مسجد و نمازگزار میرزا برهان سلمانزاده استقامت کننده دهه رومان ناحیه باباجان غفوروف اول ماه اپریل با گمان عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع دستگیر شدند. خود کمالزاده از زمان رهایی‌اش تا حال آماده نشد با ما صحبت کند، ولی دادستانی آزادی او را شرح داد. یک نفرشون بینوبر که در جنایت صادر نموده در قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو موافق است، نسبت به قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو تطبیق شده است، لیکن اون جنایت را پورا صادر کرده است. دادستانی ولایت سوخت همچنین گفت که نامبردگان به افراطگرایی گمانبر هستند. اولی ماه اپریل امسال هم چند منبع رادیو آزادی گفته بود که 3 نفری دستگیر شده به سلفی گرایی گمانبر گشتند که در تاجیکستان ممنوع است. نسبت انا مولایمون موین و یک نفر دیگر هر سهشون نسبت هرشون پرونده جنایتی آغاز کرده، اونها انا دستگیر کرده، بعد تفتیش پررا و خالصانه برای ماهیتاً بررسی نمودن به سود داخلدار ارسال کرده شد. در صورت تصدیق شدن گمان برخی از آنها را از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. پیوندان آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری می‌کنند. بنابر معلومات دریافتی اختیارخوجا کمالوف 51 سال داشته 5 سال به این سو امام مسجد بود. وی ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان و همزمان متخصص انفرماتیکا و فناوری‌های نو بوده است. بختیار اکبروف 34 ساله بوده در مسجد روزهای جمعه خطبه‌خوانی و یا خادمی می‌کرده است. میرزا برهان سلمانزاده 24 سال داشته، جای کار یا تحصیلش به ما معلوم نشد. بازداشت آنها بعد تقریباً 1 ماه انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان امامه رحمان رخ داد که اول ماه مارس امسال هنگام واخوری با فعالان و نمایندگان جامعه و خادمان دین بعضی امام خطیبان را پیروی گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی نامید که به گفته او در بین نمازگزاران غایه‌های افراطی پهن می‌کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ژانویه سال 2009 فعالیت سلفی ها را در کشور منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید. این در حالی است که منسوبیت شخص را به رویه سلفی معین و ثابت کردن دشوار است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.